من هیچ وقت نه به چیزای ماورایی و پارانورمال اعتقادی داشتم و نه از اینجور چیزا میترسیدم. همیشه دوستامو میترسوندم و یه فیلمای وحشتناکی نگاه میکردم که حتی مامان بابامم میترسیدن ببینن. اگه از دوستامم بپرسیم بهتون میگن که من نترس‌ترین آدمی هستم که میشناسن. گاهی به شوخی میگفتم اگه شیطانو احضار کنم اونه که باید از من بترسه. هرچند خیلی نگذشت که به غلط کردن افتادم. روز جمعه بود و معلممون یادآوری کرد که قرار دوشنبه از طرف مدرسه بریم سفر. یادم اون هفته همش تو اینترنت در مورد ارتباط گرفتن با ارواح و احضار شیطان میخوندم. با خودم گفتم سفر مدرسه بهترین موقعیت تا با دوستام شوخی کنم و بترسونمشون. تصمیم گرفتم یه ویجی بورد بخرم. میخواستم با خودم ببرمش تو هتلی که هستیم و از ترس سکته‌شون بدم. خلاصه با هیجان یکی سفارش دادم تا نقشه هامو عملی کنم. یه ویجی بورد قدیمی چوبی، اونم فقط 15 پوند. به دوستام گفتم و به عکس‌العملشون کلی خندیدم. اکثرشون ترسیده بودن و چند تاشون به شوخی گفتن اگه راست گفته باشی خودت و ویجی بوردو با هم از هتل میندازیم بیرون. ولی یکی از دوستام رنگش از ترس پریده بود و میگفت اصلاً کار درستی نمی‌کنی. بهش گفتم من اصلاً به روح اعتقاد ندارم. این تخت احضارا هم همش سرکاری و الکیه. البته حتی اگه الکی نبودم واسه من اهمیتی نداشت. خوشبختانه ویجی بورد شنبه میرسید خونمون. نگران عکس‌العمل مامان بابام راجع به ویجی بوردم نبودم، چون اونا هم به این چیزا اعتقاد نداشتن و اونو فقط یه تخته مسخره میدونستن. روز شنبه با هیجان از خواب بیدار شدم و دیدم ویجی بوردم رسیده. تند گرفتمش تو بغلم و رفتم تو آشپزخونه. نشستم پشت میز و با احتیاط بازش کردم. داخلش یه تخته تقریباً قدیمی بود با نشانگر آهنیش و چند برگ راهنمای عجیب غریب. من 2 خواهر کوچیک‌تر دارم که همون موقع اومدن تو آشپزخونه. دیشبش بهشون گفته بودم که یه ویجی بورد خریدم و قراره امروز برسه. زیاد از این که اون تخته بخواد تو خونمون باشه خوشحال نبودن، به خصوص کوچیک‌تره. حتی بهم گفت که عمرن دستشم به اون تخته نمیزنه. خلاصه یه نگاه انداختن ببینن دارم چی کار میکنم و وقتی اون تخته رو دیدن حسابی ترسیدن و بدو از اونجا رفتن. وقتی مشغول خوندن راهنما شدم یه حس عجیبی کردم. یه چیزی اونجا درست نبود. کلی قوانین داشت، کلی هشدار و خطرهای احتمالی اون تو نوشته شده بود. سعی کردم اهمیتی ندم. اون موقع نمیفهمیدم که اون نوشته ها چقدر جدی هستن. تا راهنما رو خوندم تصمیم گرفتم که با ویجی بورد بازی کنم. نشستم جلوی تخته و هر کاری لازم بود و انجام دادم. تمام قوانین نوشته شده رو رعایت کردم. تمام مدت با احترام و آرامش از ارواح سوال میپرسیدم. ولی هر چی سعی کردم هیچ اتفاقی نیفتاد. 10-20 بار امتحان کردم اما جوابی نمیگرفتم. در نهایت حوصله‌ام سر رفت و خداحافظی کردم. تخته رو روی اوپن آشپزخونه رها کردم و به کار و زندگیم رسیدم. اون شب مامان و 2 خواهرام رفتن سینما و من تو خونه تنها شدم. برام مهم نبود. هیچ وقت با تنهایی مشکلی نداشتم. برعکس اون موقع‌ها عاشق تنها موندن تو خونه بودم. تو حال نشسته بودم و سرم تو گوشیم بود که ناگهان یه صدای بلندی شنیدم. پریدم از ترس. صدا از آشپزخونه می اومد و رفتم اونجا تا چک کنم چی شده. فقط محتاط بودم وگرنه اصلاً نمی ترسیدم. گفتم لابد یه چیزی افتاده کف آشپزخونه. ما گوشه آشپزخونمون یه سطل آشغال پلاستیکی داشتیم و تا نزدیک شدم بطری آب پرتقالی که داخل سطل بود ناگهان ترکید. سطل افتاد زمین و آشغالای داخلش همه جا پخش و پلا شد. همه جا پر از لکی آب پرتقال کندیده شده بود. وقتی میگم همه جا یعنی همه جا. کف آشپزخونه، دیوارها، کاشیا. داشتم به خودم میقبولوندم که همش اتفاقی بوده و حتما یه دلیل منطقی براش هست. شاید آب پرتقال مثلا به خاطر وجود گازی که داخل بطریشه میترکه. خلاصه خودمو گول زدم که دلیلش این بوده. به بدبختی بیشترشو تمیز کردم. یادم مامانم به ماجرا خندید و گفت ماشاءالله چه آب میوه قوی بوده. اما الان دیگه واسمون خنده دار نیست. این تازه اولش بود
و بعدش اتفاقی افتاد که هیچ وقت از مغزم پاک نمیشه. اون شب کابوس وحشتناکی دیدم. نمیدونم چجوری توصیفش کنم. صدای زمزمه میومد. هر جا نگاه میکردم خون بود. من به ندرت کابوس میدیدم و اگه هم میدیدم معمولا مسخره و الکی بودن. اون شب اصلا نتونستم بخوابم، ولی بازم زیاد فکرم و درگیرش نکردم. یک شنبه رسید و مشغول جمع کردن وسایلای سفرم شدم. ویجی بردو گذاشتم تو چمدونم و چمدونم گذاشتم جلوی تختم تا یه وقت روز بعد یادم نره. داشتم کم کم میخوابیدم که یه حس عجیبی کردم. دیدی وقتایی که دلت آشوب میشه و یه حسی از درون بهت میگه که یه چیزی درست نیست، ولی دوباره نادیدش گرفتم. گفتم لابد به خاطر سفر فردا هیجان زده شدم و کم کم خوابم برد. خوابم بازم وحشتناک و فجیع بود. همه جا پر از خون بود. این بار صدای جیغم میشنیدم. کابوسم همش مه‌آلود و ناواضح بود، ولی انگار داشت یه اتفاق بدی توش میافتاد. با نفس از خواب پریدم. انگار قبلش جلوی نفسم رو گرفته بودن. تمام تنم خیس عرق شده بود. یکم که نفسم اومد سر جاش، چشمامو بستم و سعی کردم خودم رو آروم کنم. با خودم میگفتم فقط یه کابوس بوده. بعد سرم رو بلند کردم و به دور و بر اتاقم نگاه کردم. تاریک بود و به جز پنکه که همیشه روشن بود هیچ صدای دیگه ای نمی اومد. گوشیمو برداشتم و ساعت رو نگاه کردم. 2:50 صبح. با اینکه هرگز به ساعت شیطانی 3 صبح اعتقادی نداشتم، ولی یه چیزی سر جاش نبود. هوا سنگین بود و حس می کردم یه نفر، یه چیزی داره منو نگاه میکنه. در جا نشستم و بعد دیدم واقعا یه چیزی تو اتاقمه. داشتم سعی میکردم ببینم اون چیه و بعد دیدم رو سر چمدون یه دختر نشسته. داشت به هم زل میزد. هنوز هنگ اون دختر بودم که فهمیدم یه چیز دیگه هم تو اتاقمه. درست کنارش سایه یه مرد قد بلند بود. اصلا تکون نمیخورد، ولی میفهمیدم به من نگاه میکنه. سری پتومو کشیدم رو سرم و زیرش قایم شدم. همونجا زیر پتو نشستم و سعی میکردم صدایی ازم در نیاد. قلبم داشت میومد تو دهنم. حس میکردم الانه که سکته کنم. آخه این چه حسی بود؟ اونجا بود که فهمیدم دارم ترس خالص رو تجربه میکنم. یه ترسی که تو کل زندگیم تجربه نکرده بودم. نمیتونست واقعی باشه. حتما هنوزم داشتم کابوس میدیدم. شروع کردم به شمردن انگشتام. 10 تا بودن. یعنی بیدار بودم. ذهنم مقاومت میکرد و میگفت اون چیزا واقعی نیستن. حتما توهمی چیزی بوده. ولی از کجا باید مطمئن میشدم؟ میخواستم گوشیمو بردارم تا از نورش استفاده کنم. ولی اگه اون موجودا واقعی بودن، اون وقت واضح تر میدیدمشون و قطعاً سکته میکردم. تصمیم گرفتم تا 3 بشمرم و با شماره 3 بدوم سمت در و لامپا رو روشن کنم. 1 2. جرأتم رو جمع کردم و گفتم 3. سری پتو رو زدم کنار و از تخت پریدم بیرون. پرواز کردم سمت کلید برق تا روشنش کنم. پاهم داشتن سوزن می شدن. خودم بیدار بودم ولی خب پاهم خواب رفته بودن. وقتی داشتم می دویدم سمت در، چیزی دیدم که تا ابد تو ذهنم حک شد. شبح ترسناک اون دختر هنوز رو چمدونم نشسته بود. سرشم به سمت من بود و مرد بلند کنارش همینجور به تختم خیره شده بود. خلاصه چراغا رو که روشن کردم همه چیز ناپدید شد. خیالم راحت شد ولی نه کاملا. ترس اون چیزایی که دیدم هنوز تو جونم بود. اون شب دیگه نخوابیدم. نمیخواستم بیدار شم و دوباره با اونا روبرو بشم. واسه همین چراغا رو روشن گذاشتم. سعی کردم حواس خودم رو با گوشیم پرت کنم، ولی یه چیزی درونم میگفت اون ویجی بردو نابود کن. اون فکر کل شب تو سرم تکرار میشد. داشتم از خواب میمردم. دیگه نمیتونستم بیدار بمونم. تصمیم گرفتم دراز بکشم و سعی کنم آروم باشم. گوشیمو خاموش کردم و چشمامو بستم. ناگهان یه صدای بلندی شنیدم. از خواب پریدم. گفتم شاید گوشیم بوده. آخه قبلا یه بار صفحش یهویی شکست. گوشیمو برداشتم و چکش کردم.
هیچیش نبود. و بعد یه نگاه به آینم انداختم. اونم نشکسته بود. پنجره‌مو چک کردم. اونم نبود. ولی وقتی صدا رو تو ذهنم تکرار کردم دیدم بیشتر شبیه صدای تو فیلم هست وقتی یکی استخونه یکی رو میشکونه. ولی من که فیلم نگاه نمی کردم. هیچ کس نگاه نمی کرد. همه تو خونه خواب بودن به جز من. دوباره ترس افتاد به جونم. واسه همین دیگه از تختم تکون نخوردم. 1 ساعتی همینجور تیک تاکای مسخره نگاه کردم تا حواسم پرت شه. بعد که یکم شجاع شدم تصمیم گرفتم پاشم یکم ورزش کنم تا بلکه اینجوری ترسم بریزه. 4:30 صبح بود. آماده تمرین شده بودم که صدای وحشتناک بلند قطار اومد. صدا اینقدر بلند بود که گوشم سود کشید. ما تو دهکده زندگی میکنیم و اینجا هیچ قطار و اینجور چیزایی نیست. همه چیمو برداشتم و پریدم تو تخت. راستش با وجود بی‌اعتقادی شروع کردم به دعا خوندن. از ته قلب از خدا خواستم که اون موجودا رو ببره. تقریباً 5 صبح بود. باید بیدار می شدم. می خواستم قبل از سفر مامانم رو با یه هدیه سورپرایز کنم. تولدش بود. ولی مثل چی ترسیده بودم و دیگه نمی خواستم تنها باشم. باید یه دروغی سرهم می کردم و خواهر کوچیکم رو بیدار می کردم. بهش گفتم پاشو حالا واسه تولد مامان تزیین کنیم. جواب داد. فقط می خواستم یکی با هم باشه. حتی خواهر کوچیکم. یکم بعدش مامانم بیدار شد و اومد تو حال. براش تولدت مبارک خوندم و هدیه‌شو هم دادم. وقتی تو حال نشستیم دیگه نتونستم تحمل کنم و به مامانم همه چی رو گفتم. سعی کردم زیاد وارد جزئیات نشم تا خیلی نترسه. تعریفم که تموم شد مامانم رنگش پریده بود. پس فهمیدم ترسام بیخود نبوده. الکی واسه اینکه فضا رو عوض کنم به شوخی گفتم از 3 تا حالا نخوابیدم. فکر کنم روحا عاشقم شدن خواستم با هم حرف بزنن. ولی حالمو بهتر نکرد. مامانم گفت بهتر اون ویجی بورد رو بندازی دور. قبول کردم. یک کیسه پلاستیک برداشت و ویجی بورد و محتویاتش رو انداخت توش. به مامانم گفتم بندازش یه جای خیلی دور. حتی جرئت نداشتم بهش نگاه کنم. باید بگم لحظه‌ای که از اتاقم خارج شد دلم آروم گرفت. انگار اون جو سنگینی که نمیشد درست توش نفس بکشم از بین رفته بود. میخواستم قبل اردو برم حموم ولی انقدر از اینکه تو حموم تنها باشم میترسیدم که دیگه بغضم ترکید و زدم زیر گریه. مامانم بغلم کرد و سعی کرد آرومم کنه. آروم شدم ولی بازم نرفتم حموم. دیگه باید میرفتم سفر آروم و بی هیجانی داشتیم. دوستام تعجب کرده بودن که ویجی بوردا نیاوردم. الکی بهشون گفتم مامان بابام اجازه ندادن و اونا هم باور کردن. خدا رو شکر تو سفر خوب خوابیدم. نه کابوسی، نه اتفاق عجیبی، نه شبح وحشتناکی. کاملا آروم خوابیدم و اونجا دیگه از تنها بودن نمی ترسیدم. اما وقتی برگشتم خونه همه چیز تغییر کرد. وقتی خواستم وارد اتاقم شم انرژی خیلی بدی داشت. حتی نتونستم پامو داخلش بذارم. انگار یه چیزی میگفت از اینجا برو. توقع داشتم اون ویجی بورد رو دوباره رو تختم ببینم. مثل فیلم وحشتناکا که چیزای تسخیر شده دوباره برمیگردن. ولی همچین چیزی نشد. من الان دچار PTSD شدیدم. نمیتونم تو تاریکی کامل بخوابم و همیشه یه چراغ تو اتاقم روشنه. انقدر از تنها بودن تو اتاقم وحشت دارم که مامان بابام خواهر کوچیکم رو آوردن تو اتاقم تا ترسم کم شه. همین 2 روز پیش داشتیم درباره اون ویجی بورد با خواهرم حرف میزدیم که یه چیزی بهم گفت که از ترس مردم. گفت اونم بعد از اون روز همش خوابای عجیب میبینه. خوابای تکراری. گفت توی اتاق خالی با یه ساعت بزرگ روبروش نشسته و درست سر ساعت 2:50 صبح سایه یه مرد و یه دختر که رو زمین نشسته جلوش ظاهر میشن و بهش زل میزنن. اسم من الیوره و 23 سالمه. شهریور ماهیم و باید بگم که هیچ گرایشی به همجنس خودم ندارم. این اتفاقم مال وقتیه که سال 2 رشته گردشگری بودم. اون موقع 20 سالم بود. توی یه آپارتمان اجاره‌ای زندگی می‌کردم، یه واحد 3 خوابه در طبقه 3. تا دانشگاه من فقط 15 دقیقه پیاده راه بود. بنابراین 2 نفر هم اتاقی پیدا کردم تا اجارم کم بشه.
مایکل که سال سوم رشته مهندسی الکترونیک بود و لئون که داشت لیسانس زبانشناسی میگرفت. از اونجایی که ستامون توی اینستاگرام فعال بودیم، کلیپای مسخره زیادی میگرفتیم. بگذاریم. یادم میاد 25 آگوست 3 سال پیش، یعنی 3 روز بعد از تولدم، ساعت 6 عصر بود، داشتم از کار پاره وقتم برمیگشتم خونه. اون روز مایکل و لیان رفته بودن مشروب بخورن و این یعنی شب توی خونه تنها بودم. رسیدم خونه و تا وارد راهروی ساختمون شدم دیدم یه دختر جلوی درم نشسته. به اطراف یه نگاهی کردم و با کلافگی پوفی کشیدم و گفتم: خانم اینجا زندگی میکنی؟ میخوای اگر کلیدتو گم کردی به مدیر ساختمون زنگ بزنم؟ 1-2 دقیقه گذشت و هیچی نگفت، اما ناگهان پا شد و به من نگاه کرد. بعدش هم پرسید لئون اینجا هست یا نه. یه نفس راحتی کشیدم و گفتم لیون رفته با دوستش مشروب بخوره، اگر دوست داری میتونید داخل منتظرش بمونی. لبخند زد و سرشو تکون داد. من بدون هیچ فکری درو باز کردم و دعوتش کردم داخل. گفتم هر جا راحتی بشین. اونم رفت نشست روی مبل. بهش گفتم چیزی میخورید بیارم؟ اونم گفت نه ممنون، فقط میخوام لیونو ببینم. ابرومو انداختم بالا، ازش پرسیدم چه ارتباطی با لئون دارید؟ اونم گفت دوست دخترشم. تا اونجایی که لئونو میشناختم هیچ وقت سر قرار نمیرفت یا لااقل راجع به دوست دختراش حرف نمیزد. فقط یه بار که خیلی مست بود بهمون گفت که 5 سال پیش یه دوست دختر داشته. بی خیال موضوع شدم. زندگی شخصی بقیه به من چه ربطی داره؟ بعدش هم ازش پرسیدم که به لئون زنگ زدی؟ اونم گفت گوشی همراهم نیست. دوباره با گیجی ابرومو انداختم بالا و گفتم آخه خب الان چه سالیه مگه؟ مردم همه دیگه توی این سن یه گوشیو دارن. خلاصه گوشیمو از جیبم درآوردم و بهش دادم تا به لئون زنگ بزنه، ولی اون قبول نکرد و گفت ترجیح میدم صبر کنم. مطمئنی؟ احتمالاً دیر وقت برمیگرده، یه مسیجی بهش بده. گفت نه. گفتم صبر میکنم. یه پوفی کشیدم و گفتم ببینید خانم من خستم، ولی اگر دلتون میخواد منتظر بمونید لااقل بهش باید پیام بدید. صبر کردم جواب بده، ولی اون روشو ازم برگردوند و زل زد به پنجره. در نهایت بی خیالش شدم و گفتم من میرم دوش بگیرم. گوشیمو با خودم بردم حموم و به لئون راجع به دوست دخترش پیام دادم و بعدش هم رفتم زیر دوش. حدود نیم ساعت بعد لیان بهم زنگ زد. حمومم تموم شده بود. داشتم لباسامو تنم میکردم. تلفن رو جواب دادم و گفت داداش پیامتو خوندم. چالش جدید اینستاگرامه؟ من اصلا دوست دختر ندارم. گفتم پس فکر کنم خودم سر کار رفتم. دختر اصرار میکرد که منتظرت میمونه. گفت دوست دخترته. بعد لئون پرسید که اسم دختر چیه و منم گفتم نپرسیدم. بعد گفت که قیافشو برام توصیف کن. گفتم موی بلند قهوه‌ای داره با چشمای قهوه‌ای، تقریباً 160. سوشرت آبی تیره پوشیده که براش خیلی بزرگه، با شلوار جین و کفش سیاه. وقتی اینا رو گفتم لئون یه دقیقه ساکت شد. گفتم چی شده؟ بازم داستان اکس روانیه؟ زدم زیر خنده، اما چیزی که گفت انتظارشو نداشتم. پسر، اون دختره اینجوری که گفتی فکر کنم دوست دختره 5 سال پیش من باشه. میدونی آخه اون مرده، خودشو از آپارتمانشون انداخته بود پایین و مرد. هر دو توی شوک بودیم، هیچی نمیگفتیم. بعدم دوستم گفت اصلا باش حرف نزن، کاری نکن، من یکم دیگه میرسم باشه، اما گوشی رو قطع نکن. از توی گوشی صدای دویدنشو میشنیدم. من زیاد حرفشو باور نکردم. گفتم لابد سرکاریه. با موی خیس از حموم اومدم بیرون و دیدم روی نرده‌های بالکن وایساده و بعدش گفت من هیچ وقت براش کافی نبودم. اشک از صورتش سرازیر شده بود. وقتی اینو دیدم گوشیمو انداختم و دویدم سمت بالکن و بهش گفتم لطفاً بیا داخل. سرشو برگردوند سمتم و لبخند زد و گفت اون هرگز خوشبخت نمیشه و بعدش پرید. فریاد زدم و دویدم تا بگیرمش، ولی دیر شده بود. با ترس به پایین ساختمون نگاه کردم، ولی هیچ چیزی اونجا نبود. دختره انگار کاملا ناپدید شده بود. کمی بعدش لئون نفس زنان رسید و اومد پیشم توی بالکن و پرسید دختره کجاست؟ منم براش ماجرا رو تعریف کردم. نفس راحتی کشید و گفت اون دختر هر شب میاد توی خوابم و هر از گاهی هم شبهشو میبینم. احتمالاً واسه اینه که هنوز سویشرتی که موقع خودکشی تنش بود و نگه داشتم. البته خب این سویشرت مال خودمه. مامانش 1 ماه پیش توی سالگرد فوتش اینو بهم داد. راستش باورم نمیشد همچین چیزی رو تجربه کردم.
لئون هنوزم با هیچ دختری نیست و هرگز راجع به ماجرای خودشون دختره حرفی نمیزنه. من هیچ وقت مجبورش نکردم چیزی بگه، ولی چیزی که دختر قبل از پریدنش گفت باعث میشه فکر کنم لئون به قضیه خودکشی دختره ربط داره. لئون سوشرتو گذاشت روی سنگ قبر دوست دخترشو. منم دیگه اون دختره رو هیچ وقت ندیدم. ساعت 4 صبح تو هال نشسته بودم. داشتم از تلویزیون یوتیوب نگاه می‌کردم. یه کانال داستان ترسناک بود که خیلی دوستش دارم. یهویی تلویزیون بدون هیچ دلیلی خاموش شد. وقتی دور و برمو نگاه کردم فهمیدم کلاً برق خونه رفته. لعنتی، حسابی ضد حال خورده بودم. خب باید در اینجا بگم که من توی یه روستای خیلی کم جمعیت و کوچیک زندگی میکنم. همسایه ها اونقدر ازم دورن که اگه بیرون بلایی سرم بیاد صدام به هیچ جا نمیرسه. خیلی دستشویی داشتن، واسه همین پا شدم برم تو حیاط دستشویی و اونجا فیوز برقو هم چک بکنم. ولی تا پامو از در گذاشتم بیرون با یه مرد عجیب روبرو شدم که تا حالا ندیده بودمش. سلام، برق شما هم رفته؟ با گیجی جواب دادم آره. پوزخندی زد و گفت اونا هم نیم ساعتی میشه که برق ندارن. راستش برام خیلی عجیب بود چون من همه همسایه هامونو میشناختم ولی اون مردو هیچ جایی ندیده بودم. بهش گفتم میخوام برم اون سوپرمارکتی که بعد از پله تا یکم خوراکی بخرم. بعد گفت ببین پولتو حروم نکن، من یه عالمه خوراکی دارم. از اونجایی که اون موقع بیکار بودم و دستم تنگ بود ازش پرسیدم چی داره و اونم گفت یه مقداری اسنک گوشتی. من معمولاً چیزی از غریبه ها نمیگیرم ولی اون موقع حتی به اندازه خرید چند تا سوسیسم پول نداشتم. $1 تو جیبم نبود. با خودم گفتم حتما بیف جرکی داره. قبول کردم و گفتم کجا زندگی میکنید؟ گفت خونش بالای تپه یه خیابون اونورتر از منه. بیا بریم یکم با هم وقت میگذرونیم. نمیدونم چرا این کارو کردم ولی احمقانه ترین تصمیمی بود که تو عمرم گرفتم. به نظرم مشکوک میومد چون میدونستم رو اون تپه خونه‌ای وجود نداره ولی خب گشنم بود. گفتم شاید خنگه و بلد نیست درست آدرس بده. وقتی به بالای تپه رسیدیم چشمم به یه آلونک کوچیک چوبی افتاد و کل اونجا هم بوی گوشت گندیده میداد. حالم خیلی به هم خورد. اون مرد از کیف کولی کثیفش یه کیسه فریزر آورد بیرون و بهم گفت اینا قبلا بخارپز شده و میتونی بخوریش. فکر کردم اگه بوش کنم بفهمم چه نوع گوشتیه. کیسه رو باز کردم ولی دوباره همون بوی متعفن خورد به دماغم. البته 100 برابر از بوی قبلی گندتر بود. همون موقع کیسه رو انداختم رو زمین و بالا آوردم. این دیگه چه کوفتیه؟ این یه نوع گوشت خاصه. بعضیا خودشونو واسه این میکشن. وقتی برگشت به این حرف و زد بالاخره 2000 افتاد. اوه نه چشمام پر از اشک شده بود. اوه ولی آره. مثل دیوونه ها زد زیر خنده. سری اون کیسه رو برداشتم و با سرعت پا گذاشتم به فرار. بعد به پلیس زنگ زدم و آدرسم رو دادم. گفتن یکم دیگه میرسن. در عرض چند دقیقه 2 تا پلیس اومدن در خونم. کیسه رو بهشون نشون دادم و تمام ماجرا رو تعریف کردم. یکی از پلیسا تا کیسه رو باز کرد بالا آورد. اولش اصلا نفهمیدم چرا تا اینکه تو نور به گوشت نگاه کردم. حالا دیگه فهمیدم اون بوی گند به خاطر چی بوده. سر بدون پوست یه آدم داخل کیسه بود. کیسه رو برای تحقیقات بردن و گفتن منو در جریان پرونده قرار میدن. الان 3 هفته میگذره و هنوز با هم تماس نگرفتن. امیدوارم بفهمن اون سرمال کی بوده و اون آدم خار لعنتی رو پیدا کنن. ولی راستش خیلی میترسم بیاد سراغم. چند روز پیش با دوستم رفته بودم پارتی و یکی رو دیدم که قیافش خیلی برام آشنا بود. کجا دیده بودمش؟ یادم نمیومد. اما یکم بعد یادم اومد. اون مکس بود.
پسری که 10 سال پیش توی راهنماییمون اذیتش میکردم. خیلی تعجب کردم. اون پسر دست و پا چلفتی و لاغر مردنی که همیشه توی مدرسه مسخره میشد و میزدمش به یه مرد خوشتیپ و خوش‌هیکل تبدیل شده بود. خیلی عجیب بود برام. چطور میشه؟ با دودلی صداش زدم. مکس؟ سری برگشت و جواب داد. بالاخره یادت اومد. میخواستم یه پس گردنی بهت بزنم چون فکر میکردم منو یادت نمیاد. خوشحالم که میبینمت. لحنش یکم خشن بود. وقتی دستشو انداخت دور گردنم فهمیدم خیلی قویه. یکم ترسیده بودم. پسر بیا با هم بریم یه جایی. میخوام یه چیزی بهت نشون بدم. چطوره ها؟ با اینکه دلم نمیخواست برم ولی از ترسم پیشنهادش رو قبول کردم. سوار ماشینش شدم. منو برد یه جای پرت و دور افتاده کنار یه خونه قدیمی نگه داشت. مکس خونت اینجاست؟ یه دفعه انگار برگشت به شخصیت قدیمیش توی مدرسه و با لحن و صدایی کودکانه فریاد زد. جک، یادت میاد قدیما بهت چی گفته بودم؟ چی؟ میگفتی من خوشتیپم؟ نه، اینو نمیگفتم احمق. یادت بهت گفته بودم میخوام دست بچه ها رو قطع کنم. یهو یاد وقتی که راهنمایی بودم افتادم. همیشه بعد از اینکه بچه ها میزدنش با گریه و زاری اینو میگفت. جواب دادم گفتم آره یادم میاد. چطور مگه؟ بعدشم با هیجان بالا پایین پرید و گفت همشونو قطع کردم. منو برد توی زیرزمین خونش. در زیرزمینو باز کرد و رفتیم پایین. چند تا مرد اونجا نشسته بودن و دستاشون قطع شده بود. وقتی با دقت نگاه کردم دیدم همشون همونایی بودن که توی مدرسه مکسو اذیت میکردن و تا چشمشون به من افتاد فریاد زدن. بعد مکس گفت من دوستامو دوست دارم ولی اونا خیلی منو میزنن. الان دیگه نمیتونن. نه خیلی خوشحالم. حالم خیلی بد شده بود. داشتم بالا می آوردم و برگشتم دیدم مکس پشت سرم وایساده و توی دستاش یه چکش و یه تبره. بهم گفت جک چرا هیچ وقت به من کمک نکردی؟ همیشه فقط وای میستادی و از دور کتک خوردنم و تماشا میکردی. همیشه دلم میخواست چشاتو در بیارم. تنم شروع به لرزیدن کرد و به مکس گفتم تو رو خدا آروم باش. و بعد گفت بیا سنگ کاغذ قیچی بازی کنیم. اگر من بردم چشاتو از کاسه در میارم و اگر تو بردی یکی از آرزوهاتو برآورده میکنم. با دستی لرزون با جک سنگ کاغذ قیچی کردیم و خوشبختانه من بردم. بعد نفس عمیقی کشیدم و ازم پرسید چه آرزویی داری؟ منم گفتم بچه ها رو ول کن. فریاد کشید و گفت نمیتونم. میخوام کنار دوستام باشم. به گریه و التماس افتادم و بالاخره راضی شد و گفت اوکی ولی اینا دست ندارن. نمیتونن سنگ کاغذ قیچی بازی کنن. اگر تو تونستی به جاشون ببری میذارم برن. ولی اگر من بردم هر بلایی بخوام سرشون میارم. دوباره با هم سنگ کاغذ قیچی کردیم و این دفعه من باختم. بعد سر یکی از بچه ها رو با تبر زد. با جیغ دلخراشی اون افتاد روی زمین و مرد. چه غلطی داری میکنی؟ مکس با هیجان گفت این همون چیزی بود که میخواستم بهت نشون بدم. میخواستم ببینی که چطور میزنمشون چون همیشه کتک خوردن منو میدیدی. اونجا بود که بچه ها همه با هم مکس از پشت گرفتن و یکیشون فریاد زد و گفت جک الان وقتشه بزنش. منم از فرصت استفاده کردم و با تمام قدرت یه مشت گذاشتم توی صورتش. اونم افتاد روی زمین. بعدم پریدم روی بدنش و پشت سر هم توی صورتش مشت میکوبیدم. از درد دادش رفته بود هوا. حالا دیگه دستای تو رو میبرم جک. انقدر به مشت زدن ادامه دادم تا اینکه از هوش رفت و بعدشم به پلیس زنگ زدم. پلیس کمی بعد رسید و مکس رو دستگیر کرد. همه از دیدن اون صحنه دلخراش شوکه شده بودن. مکس از 4 تا از دوستاش به بدترین شکل ممکن انتقام گرفته بود. دستای 2 تاشون رو قطع کرده بود. زبون یکیشون رو کشیده بود بیرون و پاهای یکی رو هم بریده بود. مکس اونا رو زندانی کرده بود و هر روز باهاشون بازی میکرد. این ماجرا روح و روانمو به هم ریخته بود. هر شب خواب میدیدم که مکس داره چشامو در میاره. همین دیشبم خواب دیدم. دوران راهنماییمون بود. خواب دیدم بچه‌ها دارن مکس رو کتک میزنن. هرچند ظاهر مکس مثل الانش بود و بچه‌هایی که میزدنش هم دست نداشتن. من توی خواب از دیدن اون صحنه شوکه شده بودم. داد زدم و بعدش هم به هم نگاه کرد و گفت جک هر وقت از زندان بیام بیرون چشاتو از کاسه در میارم و دستاتو قطع میکنم. بعد همگی دور هم جمع میشیم و خوش میگذریم. مامان بابا میگفتن من دیوونم.
انداختنم تو تیمارستان، ولی من حتی یادم نیست چی کار کرده بودم و فکر نمی کنم دیوونه باشم. آدمای مختلف زیادی تو تیمارستان بودن. یکیشون همش با هم حرف میزد و میگفت جانشین شیطانه. یکی دیگرشون از صبح تا شب تو اتاق میچرخید. هر روز از اول اتاق تا تهش میرفت و دوباره برمیگشت. یه روز با یه مریض روبرو شدم که اصلاً نمیتونست حرف بزنه. حالت دستش غیر عادی بود و سرشو به سمت من خم کرد. منم ناچار با خوشرویی بهش لبخند زدم. ناگهان با قیافه خشمگین بهم خیره شد و بعد با صدای عجیبی شروع به داد و فریاد کرد. سعی کردم آرومش کنم ولی اون همین جور داد میزد. بعد یه دفعه رو زمین دراز کشید و مثل یه پرنده با دستاش شروع کرد به بال زدن. سرشو تون تون مثل پرنده‌ای که داره دونه میخوره به زمین میزد. محکم سرشو میکوبید زمین و داشت از دهن و دماغش خون میومد. با چشمهای خالی بهم خیره شد، انگار هیچ هوش و حافظه‌ای ازش باقی نمونده بود. انگار اصلا زبونی بلد نبود. هیچ چیزی نمیگفت، فقط آروم پلک میزد و سرشو خم میکرد. انقدر ترسیدم که از اونجا فرار کردم. اون شب با صدای جیغ از خواب پریدم. گفتن یه مریض از پشت بوم پریده پایین و تیمارستان هم حسابی به هم ریخت. ساختمون تیمارستان طبقه 12 بود. رو پشت بوم یه مقدار مدفوع بود که میگفتن مال همون مریضیه که پریده بود. اون خودشو لخت از پشت بوم انداخته بود پایین و در جا مرده بود و همون آدمی بود که اون روز باهاش روبرو شدم. اینکه با وجود نظارت تیمارستان تونسته بود فرار کنه و خودشو به پشت بوم برسونه هنوز یه معماست. اما چیزی که بعداً از خانواده‌اش شنیدم منو خیلی شوکه کرد. میگفتن قبلا یه پرنده سیاه داشته. یه روز گفت میخواد تو آسمون پرواز کنه و سعی کرد از یه جور جادوی سیاه استفاده کنه تا روح خودش و پرنده رو با هم عوض کنه. خانواده‌اش بهم گفتن که اون یه آدم فعال و کاملا نرمال بود. اما از یه زمان به بعد دیگه نمیتونست حرف بزنه و فقط مثل یه حیوان غذا میخورد و مدفوع میکرد. خانواده‌اش گریه میکردن و میگفتن آوردن اون پرنده سیاه در نهایت باعث مرگ پسرشون شده. بعد از اون سعی کردن پرنده رو رها کنن، اما از اونجا نمیرفت و هر بار به خونه برمیگشت. وقتی حدود 14 سالم بود با پدرم با ماشین رفتیم نوادا خونه عموم. هوا تاریک شده بود. داشتیم تو جاده میرفتیم که ماشین ناگهان وایساد. به نظرم عجیب اومد چون 2 دقیقه پیش باکشو پر کرده بودیم. بابام از ماشین پیاده شد تا چک کنه ببینه چی شده. همون موقع بود که من از پشتم صدای دویدن شنیدم. برگشتم اما هیچی نبود. در واقع از بس تاریک بود نمیشد چیزی ببینم. گفتم شاید اشتباه کردم. خلاصه بیخیالش شدم و همون موقع ماشین ناگهان استارت خورد. این یعنی بابا مشکل رو حل کرده بود و نشست پشت فرمون. جلوتر یه پمپ بنزینه، اونجا نگه می‌داریم. منم گفتم باشه و به موزیک گوش دادنم ادامه دادم. وقتی رسیدیم پمپ بنزین، بابام بهم گفت پول بنزین رو بده و هر خوراکی که دوست داشتی هم بخر و با پولی که داد از ماشین پیاده شدم. اما وقتی اومدم بیرون حس کردم همه جا زیادی ساکته. ولی خب وسط جاده بودیم و تعجبی هم نداشت. خلاصه رفتم تو فروشگاه و سمت صندوق. یه مرد پشت صندوق بود و دیدم به من خیره شده. یه جوری نگاه میکرد انگار از دیدن من شوکه شده بود. انگار مزاحمش شده بودم. بعد که دقت کردم دیدم کلاً قیافش خیلی ترسناکه. یه مرد لاغر مردنی با موهای سیاه و لباسهای کهنه بود. حتی یه کلمه هم حرف نزد. معمولاً همه یه خوش آمدی میگن، یه سلامی میکنن. ولی اون فقط با چشمای ریزش بهم زل زده بود. یه مقدار خوراکی برداشتم و گذاشتم جلوش رو میز پیشخوان و منتظر شدم حساب کنه. هی خانم کوچولو، من اینجا کار نمی‌کنم. اصلا نمیفهمیدم چی داره میگه. اما ناگهان نگاهم به پشت پیشخوان افتاد و دیدم یه جسد رو زمین افتاده. شوکه شده بودم و مطمئن بودم فهمیده که فهمیدم، چون همون موقع لبخندش جمع شد. از ته حلقم جیغ زدم و سری دویدم سمت بابام.
اونم از پشت پیشخوان دوید بیرون و افتاد دنبالم، اما خوشبختانه من از اون سریع‌تر بودم. بابام شوک شده بود، ولی وقتی چشمش به اون مرد افتاد بدون پرسیدن هیچ سوالی پرید تو ماشین. هر دو تو ماشین نشستیم و دراشو قفل کردیم. مرد محکم میزد تو در سمت بابام و داد میکشید بذار بیام تو، میکشمت کوچولو. من زدم زیر گریه و بابام گفت سری برو صندلی عقب. پریدم اون پشت و وقتی چشمم به چاقوش افتاد گریم شدیدتر شد. صدای بنگ بنگ چیزی از بیرون می اومد و بلندتر می شد. رفتم زیر صندلی قایم شدم و بعد از هوش رفتم. وقتی به هوش اومدم دیدم بیرون پر از پلیسه. از ماشین پیاده شدم و آروم از بابام پرسیدم چی شده. اما اون متوجه من نشد و به صحبتش با پلیس ادامه داد. معلوم شد اون مرد وارد پمپ بنزین شده و درست قبل از اینکه ما برسیم کارمند اونجا رو کشته. طرف یه مجرم تحت تعقیب بود و تو پروندهش قتل و دزدیای زیادی داشت و همونی بود که صدای پاشو پشت ماشینمون شنیدم تا خود پمپ بنزین دویده بوده. بعد از اون بالاخره به خونه عموم رسیدیم، ولی دیگه از سفرهای جاده‌ای میترسم و از اون به بعد فقط سوار هواپیما میشم. 2 سال از اون ماجرا گذشت و فهمیدم که اون مرد تو زندان به قتل رسیده. دلیلشو نمیدونم، ولی اصلاً دلم براش نسوخت. من الان 25 سالمه و واقعاً هنوزم از بابام به خاطر اینکه جونمو نجات داد ممنونم. یعنی اگه اون شب نمیتونستم سری بدوم. من یه آدم لاغر مردنیم، ولی فکر نمی کردم به خاطرش تو همچین تله‌ای بیفتم. یه روز دنبال شغل میگشتم که توی خیابون یه آگهی دیدم. یه دانشجوی پزشکی دنبال مدل لاغر مردنی میگشت تا در مورد ساختار بدنیش مطالعه کنه. با خوشحالی بهش زنگ زدم و رفتم به آدرسی که نوشته بود. یه مرد قد بلند 120 کیلویی بهم خوش آمد گفت. خیلی آدم خونگرمی بود. سریع لباسامو زد بالا و مشغول بررسی استخونم شد. اما یه دفعه یه سرعی برداشت. خیلی تعجب کردم و پرسیدم داری چی کار میکنی؟ اونم آروم جواب داد میخوام بدون درد بکشمت، پس تکون نخور. یه لگد بهش زدم و جیغ زنان از اونجا فرار کردم. دویدم تو یکی از اتاقای خونش و در و پشتم قفل کردم. تو اون اتاق مانکنای اسکلت زیادی بود. اولش فکر میکردم فقط مدل باشن، ولی وقتی بهشون نزدیک شدم فهمیدم که مدل نیستن، بلکه اسکلت آدمای واقعی. از وحشت جیغ بلندی کشیدم. همون موقع از بیرون اتاق صدای خندش اومد و گفت خیلی خوشگله نه؟ خودت هم قراره یکی از اون مدل‌ها بشی. مثل دیوونه ها دستگیری در رو تکون میداد. سریع چند تا از لباسایی که تو اتاق بود و رو هم دیگه پوشیدم تا بلکه اینجوری سوزن تو تنم نره. متاسفانه گوشیمو تو حال جا گذاشته بودم و نمیشد زنگ بزنم پلیس. اما بالاخره باید از اونجا فرار میکردم. رفتم سمت در، تا بازش کردم میخواست بهم آمپول بزنه، ولی من جا خالی دادم و محکم با مشت زدم توی صورتش. اون 2-3 برابر من هیکل داشت، اما با این وجود یه مشت دیگه زدم توی صورتش. از در دادش رفت هوا. منم بدون اینکه فرصتی بهش بدم همینجور مثل سگ زدمش تا نتونه از جاش بلند شه. بعد از اونجا فرار کردم و جونمو نجات دادم. سریع به پلیس زنگ زدم و خیلی زود دستگیر شد. نتیجه آزمایش دی ان ای روی استخونا نشون داد که همشون متعلق به افراد گم شده بودن. موقعی که اون مرد رو دستگیر کردن و انداختن تو ماشین، همش التماس میکرد که اسکلتاشو ازش نگیرن. حتی یادش که میافتم تنم مور میشه. اما بعداً وقتی به اون ماجرا نگاه کردم متوجه یه چیزی شدم. اون 2 برابر من بود و راحت میتونست از پسم بر بیاد و منو بزنه، ولی انگار اصلاً قصد زدنمو نداشت و نمیخواست آسیبی بهم برسونه. فقط سعی داشت سرنگو تو بدنم فرو کنه و هیچ کار دیگه ای نمیکرد. این موضوع خیلی ذهنمو مشغول کرده بود و بالاخره یه جوابی براش پیدا کردم. به نظرم شاید میترسید اگه منو بزنه استخونم آسیب ببینن و اینجوری دیگه مدل اسکلت خوبی در نمی اومدم. وقتی بچه بودم با دوستم تایلر رفتیم یه خونه متروکه. مثل جوگیرا با لگد درشو باز کردیم، چون خیلی هیجان داشتیم. همیشه دلمون میخواست بریم توی اون خونه قدیمی. ولی تا پامونو گذاشتیم داخل بوی عجیبی اومد. بویی که تا حالا به دماغمون نخورده بود. این بو از کجا میاد؟ تایلر رفت طبقه اول رو بگرده، منم رفتم طبقه دوم.
طبقه دوم بوی گندتری میداد. دور برم رو نگاه کردم و یه دفعه صدای ضعیفی شنیدم. اینجا. یکم ترسیدم ولی با احتیاط رفتم سمت اتاقی که صدا از داخلش می اومد. من اینجام. صدای یه مرد بود. آروم در اتاقو باز کردم و پرسیدم کسی اونجاست؟ ولی جوابی نشنیدم. از همون لایه در اتاقو چک کردم و بعدش هم چشمم به یه جسد متلاشی شده افتاد. از وحشت جیغ زدم، اما وقتی وارد اتاق شدم جز اون جسد کسی اونجا نبود. پس صدایی که شنیدم مال کی بود؟ ناگهان چشمای جسد باز شد و گفت من میخوام زندگی کنم. قلبم از ترس وایستاد. باورم نمیشد اون جسد نبود ولی گوشش کاملا تجزیه شده بود. پس چجوری میتونه زنده باشه؟ بعد ناگهان حمله کرد سمتم و گلومو گرفت. محکم هلش دادم عقب و اونم با سر افتاد روی زمین. فریاد زنان از اتاق فرار کردم و رفتم پیش تایلر. بهش گفتم باید سریع از اینجا بریم پسر. اومدیم بیرون خونه و به پلیس زنگ زدیم. چند دقیقه بعد پلیس رسید. رفتن طبقه دوم و وارد اتاق شدن و گفتن این که یه جسده. گفتم امکان نداره، همین یکم پیش بهم حمله کرد. اما وقتی دوباره بهش نگاه کردم دیدم بدون حرکت روی مبل نشسته. طبق گفته پلیس چند روز پیش مرده بود ولی من باورم نمیشد. پس اونی که گلومو گرفت چی بود؟ پلیس جسدو از خونه برد و من هنوز جواب سوالمو پیدا نکردم. دوستم گفت احتمالاً خیالاتی شدی، اما من با چشمای خودم دیده بودم. صدای وحشتناکش، چشماش که به من زل زده بودن و بوی متعفنی که میداد، همه رو مثل روز یادمه تا از جاش تکون خورد، گرد و خاک بلند شد و وقتی گردنمو گرفت دستای زبر و زمختشو روی گردنم حس کردم. همش خیلی واضحه. امکان نداره توهم زده باشم ولی هیچ کس حرفمو باور نمیکنه. در نهایت برگشتم خونم و تصمیم گرفتم ماجرای اون روزو فراموش کنم. اما شب وقتی موقع دوش گرفتن به آینه نگاه کردم دیدم دور گردنم جای 4 انگشت افتاده. توی محلمون یه ساختمون بود که داخلش پارکینگ داشت. طبقه پایینش هم جای پارک دوچرخه‌ها بود. من و اکیپ دوستام هم اغلب اونجا بودیم و اسکیت می‌زدیم. به دوستام جردن، دوریان، جیلن و آدیتا زنگ زدم. یه شنبه بود و بهشون گفتم که میای تو پارکینگ اسکیت بازی کنیم. اونا موافقت کردن. خلاصه توی خونه ما قرار گذاشتیم و از بین ساختمونا اسکیت سواری کردیم و رسیدیم به پارکینگ و منتظر شدیم که یه ماشین بیاد و در پارکینگ باز بشه و بعدش پشت سرش رفتیم داخل که بازی کنیم. وقتی رسیدیم سوار اسکیتامون شدیم و تمرین کردیم و بعدش هم رفتیم طبقه پایین‌تر که مخصوص دوچرخه‌ها بود. اونجا یک کوچولو استراحت کردیم و نوشابه هم خوردیم. ناگهان یه ماشین وارد شد و یه جایی پارک کرد که از پارکینگ دوچرخه‌ها قابل دیدن بود. موتور ماشین همچنان روشن بود و راننده هم داخلش بود. بعدش یه ون وارد شد و وسط راه ماشینش رو خاموش کرد. 2 راننده پیاده شدن و رفتن سمت همدیگه. هر دوتاشون قد بلندی داشتن و هودی سرشون بود. یکی از راننده ها به اون یکی پول داد ولی ناگهان با هم دعواشون شد. ما با کنجکاوی داشتیم نگاه میکردیم. دستاشون رو تو هوا تکون میدادن و داد بیداد میکردن. نمیتونستیم بفهمیم چی میگن چون صداشون خیلی اکو میشد. ناگهان یکی از راننده ها تفنگش رو کشید بیرون و شلیک کرد توی گلوی اون یکی. از ترس فریز شده بودیم. راننده افتاد روی زمین و غرق خون شد. راننده ون با داد یه چیزی گفت و بعدش هم 2 آدم دیگه از ون اومدن بیرون. یه نفر جنازه رو کشوند پشت ماشین و یکی دیگه هم خونا رو پاک کرد. به شدت احساس خطر میکردم. دوریان آروم گفت باید همین الان از اینجا بریم بچه‌ها. آروم اسکیتامون رو برداشتیم و رفتیم سمت پشت دیوار که قایم بشیم. ولی مردی که خونو پارک میکرد چشماش به جیلن افتاد و به راننده یه چیزی گفت. ون روشن شد و همون موقع آدیتا جیغ زد. هممون اسکیتامون رو انداختیم زمین و با تمام سرعت فرار کردیم. هنوزمون صداها توی گوشمه.
صدای حرکت اسکیت ها، صدای جیغ، صدای فریاد، اون ون که میخواست ما رو بگیره. دوریان اسکیت الکتریکی داشت و جلوتر از هممون بود و ما هم پشت سرش از شیب میرفتیم طبقه پایین. جردن کنار من بود و آدیتا هم پشت سر ما روی اسکوترش بود. جیلن بیچاره از هممون عقب‌تر بود و ون داشت بهش نزدیک میشد. داد زدم برو کنار پسر، الان میخوره بهت. اونم سر اسکیتشو گرفت و پیچید سمت چپ و رفت سمت پلکان اضطراری. ون ترمز بدی گرفت چون دوریان رسید به در پارکینگ و اونجا بود که من متوجه چیزی شدم. ما باید منتظر یه ماشین می بودیم تا درو باز کنه و بریم تو. و فریاد زدم دوریان از پله‌های سمت راست فرار کن. من و جردنم از اسکیت پریدیم پایین و با آدیتیا رفتیم سمت پله ها. رسیدیم به یک راهروی کثیف و سریع به جیلن زنگ زدم. گفت بیرون ساختمون کنار خیابون اصلیه. همه یه اسکیت به دست از اون راه رو فرار کردیم تا پلکان اضطراری رو پیدا کنیم. بالاخره از اونجا در اومدیم و جیلن رو دیدیم و بعدش هم زنگ زدیم پلیس. وقتی پلیس ها رسیدن پارکینگ رو گشتن اما هیچ رد و نشونی از اونا یا ماشیناشون حتی پیدا نشد. واسه همین رفتن سراغ دوربینا. متاسفانه پلاک اون ون با چسب پوشونده شده بود اما تونستن پلاک راننده‌ای که کشته شده بود و ببینن. پلیسا ما رو رسوندن خونه و گفتن که در جریان قرارتون میدیم. ولی ما دیگه نه اون ونو دیدیم و نه دیگه خبر خاصی از خود پلیس گرفتیم. من و دوستام دیگه توی یک پارکینگ امن که محوطه مخصوص اسکیت داره قرار میذاریم و دیگه به اون پارکینگ نمیریم. این اتفاق مال چند سال پیشه. اون موقع تو لندن کار میکردم و مدیر یه شرکت کاریابی بودم. کارمون این بود که بر اساس مهارت‌های افراد براشون شغل پیدا کنیم. یه روزی زن واسه ثبت نام اومد شرکت و منشی هم بهش فرم داد تا پر کنه. افراد موقع ثبت نام باید یه تست کوتاه با کامپیوتر میدادن تا سطح مهارتشون مشخص بشه و بتونیم براشون کار مناسب پیدا کنیم. زن پشت کامپیوتر نشست و نیم ساعتی به مانیتور خاموش خیره شد. شرکت کم کم داشت بسته میشد و منشی ازش پرسید میخواین یه روز دیگه بیاین تا ثبت نامو تکمیل کنید؟ زن جواب نداد و همینطور به صفحه کامپیوتر زل زده بود. منشی اومد تو دفترم و گفت میشه با اون خانم صحبت کنید و بهش بگید داریم شرکت رو میبندیم؟ رفتم پیشش و گفتم ببخشید ما یکم دیگه داریم اینجا رو تعطیل میکنیم. زن گفت میتونم خصوصی باهاتون صحبت کنم؟ منم قبول کردم و بردمش تو دفتر. زن سفره دلشو برام وا کرد و گفت شوهرش تازگی‌ها مرده ولی همیشه میاد سراغش، به خصوص شبها. حرفاش برام زیادی عجیب غریب بود ولی فقط سرمو تکون میدادم و سعی میکردم با جوابای کوتاه دست به سرش کنم تا زودتر بره تا بتونیم تعطیل کنیم. اما بعدش چیزی گفت که سر جان فریز شدم. گفت شوهرش الان داخل شرکته، یعنی با ما. دیدم به پشت سرم زل زده و همون موقع حس کردم دفتر سرد شد. از ترس عرق میریختم و دستام میلرزید. هیچ وقت اینقدر تو زندگیم نترسیده بودم. سریع به منشی تکست دادم و گفتم همین الان بیا تو دفتر و به زنه بگو یه مورد اضطراری پیش اومده و باید همین الان بره. منشی فوری اومد تو دفتر و بهم گفت یه تماس کاری خیلی مهم دارید. اما زن خیلی ریلکس گفت که همینجا منتظر میمونه. بهش گفتم دفترمون دیگه تعطیله و ما هم باید بریم چون نظافتچی میخواد بیاد تا اینجا رو تمیز کنه. اونم بالاخره از دفتر رفت و سرمایه اونجا رو با خودش برد. رفتم پیش نگهبانی و گفتم اگه این زن دوباره سر و کلش پیدا شد اصلاً اینجا راش ندید. هر چندون دیگه نیومد و منم ندیدمش.